بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، یک بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به یک شما چه خیلی که پیشتر هم بود درسمان هم در زوم می رود و هم انشاءالله ثبت می شود تا که خواهرانی که داخل شدن هم می توانند، چه داخل وطن چه بیرون از وطن، بتوانند از ثبت این درس ها استفاده کنند و پروردگار از یک ما الهی قبول کرده باشد. امروز یکی از مهمترین موضوع های عقیده هست که دارد همین موضوع حتی از قلب مؤمنان کم کم کنده می شود. آن هم دوستی کردن با دوستان الله، دشمنی کردن با دشمنان الله و این جنین صحبت نکردن درباره چیزی که علم نداری، علل خصوص در باب شریعت، در باب الله، و باز همراه با جماعت بودن. شروع میکنیم. اولین سخن امام طحاوی این است که در درس امروزه ما میگویند و نتبع السنت و الجماعت و نجتنب الشذوذ و الخلاف و الفرقه. و مایان اهل سنت و جماعت را یا سنت و جماعت را، آن چیزی که از پیامبر آمده است و آن چیزی که از صحابه های پیامبر آمده است پیروی آن میکنه و آن چیزی که شاذ است یعنی خلاف سنت است و آن چیزی که به پراکندگی میبرد آن را ترک میکنه. و خواهران عزیز، قوت اسلام همیشه در جماعت بود و هست. هر زمانی که دشمن ها من و شما را از هم جدا کردن، بدانید که دیگر ما ضعیف میشویم و ضعیفتر. از این بود که خلافت عثمانی را، آخرین خلافت را ویران کردند و خودشان جماعت اروپا و جماعت امریکا و اتحاد اروپا امریکا تیارش کردن یا گفتیم بنا کردن و گفتن مسلمان ها شما وطن باشید، شما پورا باشید. ازبک تاجیک را دوست ندارد، تاجیک ازبک را، ازبک قرقیز را، تاجیک قرقیز را، عرب غیر عرب را، ایرانی افغانی را، یعنی همین گونه من و شما را پراکنده کردن که تا امروز میدانیم که هر یک دولت ما زیر یکی از قدرت های همان کشورهایی هست که ما رو پوره کرده بودن. زمانی که مسلمان ها خلافت خود را داشت، حالا به هر مشکلی که اون خلافت باشد، هر مشکلی که در داخلش باشد، از شنیدن نام دولتی خلافت یا خلافت اسلامی هم اروپا و هم امریکا و هم روس و هرچی کافر است از آن میترسید و آنها به مقصد رسیدن که پوره کردن. حتی داخل تاجیکستان هم وقتی که مسلمان های داخل تاجیکستان اگر گفتیم ما با هم هستیم، بعضی مشکلی ها هست که بین صحابه ها هم حتی بود، لیکن ما با هم هستیم، میبینید که منافقین که در ما منافقان کم نیستن یا زردشت هایی که امروز سر برآوردن، یعنی زردشت های تاجیکستان همین آخرین سالها دیگر زبانشان هم دراز است و از بعض مسلمان ها ببخشید حتی شجاعت بالاتر هم دارن که چی در یوتیوب باشه چی در فیسبوک من آریاییم و من زردشت هستم و چیزی دیگر میگوین، یعنی هیچ خوفی ندارن. اینها دیگر موشی به آب افتیده میشدن اگر ما مسلمان ها با هم بودیم و از پای هم دفاع میکرده. و اینجا میگوین مایان مسلمان ها، یعنی مسلمان این باشد که از پس جماعت باشد، از پای سنت باشد و هر چیزی که به اختلاف و به تفریقه میبرد از آن دست بکشد. الله در سوره آل عمران میگوید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لكم ذنوبکم. بگو ای مؤمنان، اگر شما الله را دوست می‌دارید، پس مرا پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناه‌های شما را ببخشد. یعنی دوست داشتن الله این پیروی کردن از سنت پیامبرش می باشد. هر کسی که الله را دوست می‌دارد باید پیروی سنت پیامبر باشد. و این چنین الله میگوید قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم.
شما هم پیامبر را، هم الله را اطاعت کنید و هم پیامبر را. اگر روی گردانیدید، پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن چیزی که برای شما رسانید و آن چیزی که الله برایش فرض کرد به آن جوابگو هست و شما هم به کارهای کردهتون. و باز درباره جماعت بودن و یکدیگر را بد ندیدن و پاره پاره نشدن، الله میگوید و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. و این است راه مستقیم، یعنی راه مستقیم الله که میخواهد شما در آن راه باشید. پس از پی آن راه بروید و راه های گوناگون را از پسش نروید. وقتی که شما فتفرق بكم عن سبیل، بر راه های گوناگون رفتید و تفریقه شدید، از راه الله هم دور می شوید، راه ها رو گم میکنید. انمین گونه الله شما را امر میکند تا اینکه شما تقوا کنید. یعنی این آیت ها معنیش چه هست؟ مسلمان ها یک جایه باشید. یعنی با آن همه اختلافی که مثلا بین صحابه ها بود یا بین حضرت علی و معاویه شده بود، باز هم آنها بر ضد دشمن، بر ضد کفار یک جایه می جنگیدن. مصیبت ما امروز این است که یعنی مسلمان ها بین خود به خاطر چند گروه ها یا چند گروه هایی که آن را هم از بالا از طرف چند کفار و دشمنان اسلام همیشه تشکیل می شود و همیشه سرمایه گذاری می شود، مایان پناه بردن به یک کافر را دوست می داریم از اینکه پناه ببریم به یک مسلمان. و الله میگوید ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. و هرگز شمایان مثل آنهایی که بعد از آمدن دلیل های آشکار، یعنی بعد از آمدن پیامبران الله، کتاب های الله، از تفریقه شدن، با هم اختلاف کردن، مثل آنها نباشید که برای آنها عذابی بزرگ است. یعنی الله چی میگوید؟ اصلا شما مانند یهود و نصرانی ها نگردید که آنها بعد از آمدن پیامبرانشان یا در حالی که در دستشان کتاب بود، در بینشان پیامبر بود، اینقدر تفریقه شدن و گروه های مسیحی به هم مانندی ندارند، گروه های یهودی به هم مانندی ندارند، بر علیه همدیگر به کشتن و نابود کردن هم راضی هستند. اینجا خواهران عزیز در سنن ترمذی حدیث است که از عرباض ابن ساریه روایت است که میگویند بار پیامبر به ما صلی الله علیه و سلم موعظه کردند که آن موعظه پیامبر خیلی دلچسب بود یا تاثیرناک بود، حتی ما گریه کردیم و قلب‌هایمان به لرزه آمد از شنیدن آن موعظه و گفت و کسی از ما بگفت پیامبر الله امروز چنان نصیحت کردی که گویا آخرین نصیحت تو باشد، گویا که بعد از این ما تو را نمیدیده باشیم، پس به ما چیزی بگو که ما آن را پیروی کنیم، یعنی از پی آن برویم. پیامبر میگویند اوصیکم بالسمع و الطاعت، من شما را به گوش کردن و اطاعت کردن امر میکنم. یعنی که وقتی که خلیفه مسلمان بالای سر شما می آید گوش کنید و اطاعت کنید. فإنه من یعیش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، کسایی که بعد از من زندگی میکنند اختلاف های زیاد، کشمکشی و تومن زیاد را خواهند دید. فعلیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المهدیین من بعدی، شمایان پایبند سنت من باشید و سنت خلفای راشدین، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و علی و آنهایی که بعد از من اومد آنها را اختیار کردند، در آن باشید. تمسکوا بها، به آن سخت بچسبید. و عضوا علیها بالنواجذ، حتی با دندانهایتان آن را بگیرید. و ایاکم و محدثات الامور، اما از کارهای بدعت و نوپیدا خود را دور کنید. فإن كل بدعة ضلاله، هر یک چیزی نوپیدا، هر چیزی که در شریعت نیست شما آن را ثوابگویان انجام میدهید، در شریعت نیست شما گناهگویان آن را ترک میکنید، این چیز چی هست؟ ضلالت است، گمراهی هست. یعنی وقتی بدعت می آید سنت ها از بین می رود. و اینجا
در حدیث دیگر پیامبر میگویند این اهل الکتابین یعنی یهود و نصرانی ها به 73 گروه جدا شدند و این امتی من باشد، ببخشید به 72 گروه جدا شدند، این امتی من هم به 73 جدا می شوند و کلها فی النار، همه آنها در دوزخ هستند مگر آنهایی که در جماعت هستند و در روایت دیگر مگر آنهایی که در راه من و صحابه های من هستند. درباره اینکه گروه هایی که مثلا پیامبر ذکر کردن در دوزخ هستند، اکثریت علما میگن به مقدار گناهشان آنها در دوزخ میسوزند، بعداً داخل جنت میشوند، چون در قلب آنها هرچی باشد چی از توحید و لا اله الا الله بود. و این حدیث ها خواهران عزیز و آیت ها به ما چی میگوید؟ شمایان از پی سنت پیامبر باشید، از پی سنت صحابه های پیامبر باشید و شما تا اینکه سنت چی است، پیامبر چی گفتن نخواندید و نفهمیدید، اصلا از پی پیامبر شده نمیتوانید. برای اینکه پیامبر را پیروی کنیم که بودن پیامبر را بشناسیم، چی گفته های پیامبر را بدانیم. برای آن که از پی صحابه ها رویم، صحابه ها در کدام راه بودن این را بدانیم و در این وقت انسان نجات می‌یابد. و عبدالله ابن مسعود هم میگویند شمایان باید اگر میخواهید از کسی پیروی کنید، پیروی از صحابه ها کنید، زندگی صحابه ها را نگاه کنید که آنها چگونه زیسته بودند، چگونه آنها در دنیا زیسته بودند، شما مثل آنها زندگی کنید. چون صحابه های پیامبر، آنهایی که پیامبر را دیدند و ایمان آوردند و به پیامبر کمک کردند، نفرانی هستند که الله آنها را برای همنشینی پیامبرش اختیار کرد و آنها بهترین این امت هستند. یعنی میخواهی از کسی پیروی کنی، پیروی محمد صلی الله علیه و سلم و اصحاب او باش. و در دوامش میگویند و نحب اهل العدل والامانه و نبغض اهل الجور والخیانه. و مایان مسلمانان هر کسی که از اهل عدالت و امانت باشد، یعنی عدالت آنهایی که عکس ظلم است، آنهایی که در جایش همه چیز را به حق میماند و حقش را میدهد. امانت چه امانت های مالی مردم باشد، چه امانت های حکومی باشد، چه امانت های سخنی باشد، به آن خیانت نمی کند. و بعد میبینیم آنهایی که اهل جور هستند، یعنی ظلم هستند و خیانت هستند. خواهران عزیز، از مهمترین مسئله های عقیده این است که مسلمان وقتی که میگوید من الله را دوست میدارم، من پیامبر را دوست میدارم، آن چیزی که الله و پیامبر دوست میدارد آن را دوست بدارد. هر کسی که الله و پیامبر را دوست می‌دارد آن را دوست بدارد. هر کسی که الله و پیامبر را بد می‌بیند او را بد ببیند. مثلا یک نفر به شما گفت با تو خیلی دوستی نزدیک هستم و خیلی از محبت و صمیمیت خود نسبت شما برای شما می‌خواهد آشکارا، یعنی دلیل بیاورد که او شما رو خیلی دوست می‌دارد، یعنی صمیمانه دوست می‌دارد، اما با دشمنان شما دوستی نزدیک است. اصلا باور نمی‌کنید و نباید هم باور کنید. این یک خیانت است که با یک نفر دوستی کنی، با دشمن او هم دوستی کنی. عیناً همین گونه در عقیده هست. اصلا یک مسلمان نمیتواند ایمان حقیقی او به او اجازت دهد که آنی که دشمن الله هست او را دوست بدارد، آنی که دوست الله هست او را بد ببیند. الله به ما کی را مثال می آورد؟ لقد کان لکم فی ابراهیم والذین آمنوا معه، گفته درباره لقد کان لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین آمنوا معه، آیت است اذ قالوا لقومهم إنا براء منکم. برای شما یک اسوه هست، یعنی برای شما الگوی هست، نمونه هست در ابراهیم و آنهایی که همراه او بودند. وقتی آنها به قوم خود، حتی ابراهیم به پدر خود، وقتی دید که آنها دشمن الله هستند، گفتن این براء منکم، ما بیزار از شما هستیم. یعنی این عقیده شما، این کفر شما برای ما نفرت آور است، ما اصلا آن را قبول نداریم. یعنی وقتی الله اهل تقوا را دوست می دارد، وقتی الله مؤمنان را دوست می دارد، وقتی الله بنده های
با او سرنهاده را دوست می‌دارد، ما هم باید آنها را دوست بداریم. وقتی الله منافقین را بد می‌بیند، کفار و مشرکین را بد می‌بیند، اهل تکبر دنیا را بد می‌بیند، ما نیز آنها را باید بد ببینیم. یعنی که دوست داشتن آنه که الله دوست می‌دارد و بد دیدن آنه که الله بد می‌بیند، این اصول عقیده ما هست. یعنی از مسئله های مهمی ولا و برا است که بعداً هم می‌آید. اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم میگن ثلاث من کن فیه وجد حلاوت الایمان. سه خصلتی هست که در کسی باشد او لذت ایمان را خواهد چشید، یعنی از مؤمن بودنش لذت میبرد، حلاوت میبرد. کدام صفت ها؟ یکمش این است که من کان الله و رسوله احب الیه مما سواهما. هر کسی که الله و پیامبر را از همه بالا دوست بدارد، او برای رفتن به نزد الله، رفتن به نزد پیامبرش، این که گفته الله و گفته پیامبرش از دیگرها بالا باشد، از کسی نمی ترسد، کسی را از الله و از پیامبر بالا نداند. دویمش و من کان یحب المرء لا یحبه الا لله. کسانی که یک نفر را فقط به خاطر الله دوست می‌دارند، به خاطر مال و ثروت نه، به خاطر زیباییش نه، به خاطر آبرویش نه، فقط به خاطر الله که این انسان از بنده های صالح الله هست دوست می‌دارد. یعنی شما کسی را به خاطر الله دوست داشتید و الله و پیامبر در قلب شما از محبت پدر و مادر و فرزند و هر چی که در دنیا هست بالاتر است. و این چنین سیوم صفت میگویند و من کان یکره ان یرجع فی الکفر بعد ان انقذه الله من. و هر کسی که بد بیند که به همون کفری که الله او را نجات داد به آن برگردد، چگونه که به آتش برگشتن را بد میبیند، او حلاوت ایمان را میچشد. یعنی معنیش چی است؟ تو گناه های پیشتری کردت را اصلا وقت ذکر میکنی فخر نمیکنی، در اینجا تو حلاوت ایمان میچشی. نفرانی هستند که از گناههای کرده خود با فخر صحبت میکنن یا حتی لذت میبرن یا بعضا الله اعلم تمنا میکنن که همان فرصت باز شود. این گونه انسان ها لذت ایمان را نمیچشن. آنهایی که از گناه و از هر چی کفر است نفرت دارند، به آن اصلا برگشتن نمیخواهند. و آنهایی که به خاطر الله بنده های الله را دوست میدارند و آنهایی که الله و پیامبرش را از همه بالا میدانند، اینها چی هستند؟ نفرانی هستند که از ایمان خود لذت میبرند، از مؤمن بودن خود لذت میبرند. چگونه که انسان های ثروتمند از ثروت خود لذت میبرد، بعضی ها از زیبایی خود در جلوی آینه نشسته لذت میبرد، بعضی دیگرها مثلا از یگان منظره جای زیستش خانهش لذت میبرد. اینها از ایمان خود لذت میبرند که کسی حلاوت ایمان دارد او نه پروای دنیا دارد و نه از غمهای دنیا میترسد. و اینجا الله یعنی در ما پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ ببخشید، شما یک نفر رو به خاطر الله دوست بدارید، یک نفر رو به خاطر الله دوست بدارید و به خاطر الله هم باید بد ببینیم. اینجا مشکلی اساسی این است خواهران عزیز، سبحان الله، در مردم ترکیه هم این است. یک خواهر محجبه نمازخوان با یک خواهر عموماً برهنه در دست سیگار داشته بینماز دوستی میکند. این چگونه ایمان است؟ این چگونه ایمانی تو است که به تو اجازه میدهد یک دشمن الله با اون همه گناهی که آلوده آن است با او زندگی کنی یا با او دوستی کنی، هیچ نفرت هم نکردی. مثلا بعضی خیش و تبار ما هست، خیش و تبار که تقدیر ما هست، از آنها دست کشیده نمی شود. مادر خود، خواهر خود، برادر خود، به خاطر الله ما سیله رحم را باید پیوسته بداریم، یعنی نباید با خیش و تبار قهر شویم. اما وقتی خطاگی او گناه آشکارا دارد، گناه دارد که عرق خوری باشد، دروغ باشد، غیبت باشد، خیانت باشد، حرام خوری باشد، زنا باشد، بر علا باید آن خطاگی او را برای اصلاح کردن کوشش کنیم و از آن خطاگی او بیزاری جوییم که همین گناه داره که من از این گناه تو نفرت دارم، به خاطر همین گناهت بد میبینم. یعنی کسایی هستند که خواهران عزیز در حیرت میمونید، دخترک محجبه از پس یک سراینده که یک بدبخت است و فاسق بر علا هست و در او یگان
تار از ایمان دیده نمی شود، شاخه از ایمان دیده نمی شود، از پای او می گردد. با او عکس گرفتن رو، یعنی عکس گرفتن در برابر به نزدیکی کسی از خواهرها، نمیدونم از شناس ها بود، به من فرستاد. یعنی خواهری که همیشه میگد من اهل نمازم، برابر یک کدام سراینده نامش را نگیرم تاجیکستان عکس گرفته است، با آن هم فخر دارد، به دیگران روان کرده است که ببینید من با فلان سراینده عکس گرفتم. آخر چگونه ایمانی تو اجازه میدهد که با یک دشمن الله بفخری؟ با یک دشمن الله بفخری که من در کنار او چی کردم؟ صورت گرفتم یا عکس گرفتم. خواهران عزیز، وقتی که یک دشمن الله را، یک گناه بر الله را شما بد نمیبینید، چیزی که الله بد میبیند بد نمیبینید، میگوید بکنید، هیچ کار نمیکند، الله بخشنده است، او اصلا به من چی، قبر او جدا از قبر من جدا است. این ضعیفی ایمان شما را میفهماند. اینجا نقطه ضعف ایمان است. وقتی یک نفر صالح را به خاطر نمازش مسخره میکنید، یکی به خاطر ریشش، به خاطر حجابش، به خاطر اینکه ترک دنیا کرده است، اینجا نقصان دین شما هست که شما بنده هایی که الله دوست می‌دارد آنها را بد می‌بینید. یعنی من و شما باید آنی که الله دوست می‌دارد دوست بداریم، آنی که الله بد می‌بیند بد ببینیم و از روی همین معامله داشته باشیم. یعنی من وقتی که یک همسایه مثلا فاسق رو بد میبینم، معنیش این نیست که من مثلا به اون نیکی نکنم. نیکی کردن به همسایه‌ات کافر باشد هم حتمی است، نیکی کردن به خویش و تبارت کافر باشد هم حتمی است، اما من کفر او را باید بد ببینم. من همین اخلاق او را، همین کاری که غضب الله در آن است باید بد ببینم، نفرت داشته باشم، برای اصلاحش حرکت کنم. یعنی کسی که به خاطر الله دوست می‌دارد و به خاطر الله بد می‌بیند، پیامبر میگن انا اینها ایمانشون کامل است. در ما ببینید که یعنی چه خیلی گفتم الان فرق نمی‌کند. بعضی خواهران بر علا از یک ظالم طرفداری می‌کنند. وقتی گفته می شود مگر ظلم او برای تو بیان نیست؟ نه، کارهای خوب هم دارد، پس حداقل بگو کارهای خوبش هم هست، بدبختی هاش هم هست که اگر کارهای خوبش را دوست می دارم از کارهای بدش متنفرم. یعنی وقتی که یک انسان بد رو میگیم نه کار خوبش هست بد نکن، اینجا مصیبت است خواهران عزیز. وقتی که حتما بگویم به کارهای خوبش هم طرفدار هستیم و از کارهای بدش هم متنفر هستیم. یعنی نمی شود که نه تمامی، مثلا نه بگذار او عرق خور باشد اما به مردم کمک میکند، بگذار حرام خور باشد وای به مردم کمک میکند، بگذار حرام خور باشد، بگذار حتی سراینده باشد او سطر دارد، این گونه نمی شود. بدبینی که یعنی گناهی که در او هست، ما باید آن گناه را یا به آن گناه نفرت داشته باشیم، کی نباشد هم. برای همین الله به ما درباره حضرت ابراهیم میگوید که حتی اگرچه پدرش بود، حتی اگرچه قومش بود، به آنها بگفت ما بیزار هستیم از گناههای شما، از آن شرک شما. یعنی وقتی که گفتیم نفرت داشتن به یک گناه، نفرت داشتن به آنه که الله از آن راضی نیست. یک نفری متکبر را به خاطر تکبرش دوست داشتن، این نقصان ایمان است. یک نفری مثلا یک آنه که با فسق و با فساد و با حقارت و با هزار یک گناه دیگر مشغول است، نه آن انسان مثلا خیر دارد گویان همه خطاگی ها، یعنی گناه های کبیره او را پوشیدید، این تماما خطا است. حتما باید گفته شود که نه، این گونه گناه هم دارد، این گونه چیزها هم در او هست که الله از آن راضی نیست، من هم از آن راضی نیستم. و اینجا وقتی که درباره دوست داشتن و بد دیدن صحبت کردیم خواهران عزیز، همین را بدانید که بعضی چیزهایی هست که من و شما با دعوت و با نصیحت و با کار میتوانیم تغییرش دهیم. اخلاقهایی هست در انسان، بعضی هست که تغییر نمیدهیم، حداقل باید آن را بد ببینیم، حداقل باید به آن کاری که ما خودمون تغییر داده نمیتوانیم، یا خصلت یک نفری هست که آن خصلت گناه هست تغییر داده نمیتوانیم، نفرت پیدا کنیم. اصلا به خاطر خیشم بودن، شوهرم بودن، زنم بودن، برادرم بودن، خواهرم بودن، پدرم بودن، مادرم بودن، من این گناه داشته باشد هم به گناهش کار ندارم، نمی شود.
یعنی من در حیرت میمونم چه خیلی گفتم. به نزدیکی بود خواهر درباره دوگانه شون صحبت داشتن. یکی از شاگردها بودن، میگن دوگانه من به شوهرش خیانت کرده است و بیچاره عاشق شده است. سبحان الله، نگاه کنید، خیانت به شوهر را با کلمه عشق میپوشانند. من گفتم عاشق شده است یا زنا کرده است؟ آخر چی کار کند؟ وی خواهر خیلی خوب است، میگن وی نمازخوان است، وی روزگیر است. شوهرش آدمی اینقدر که خوب نیست. وقتی شوهرش نیست به یک جوان عاشق شده است. اکنون نمیدونم اینها تا چه اندازه زنا کردن، عموما عاشق شده است. همین چیز در مسئله صحبت کنید. من گفتم اولا خواهر، از اون که شما اهل ایمان هستید، حتما باید در این باره با کمی غیرت صحبت کنید، با کمی نفرت صحبت کنید. بگوید خیانت کرده است، گناه کرده است، نه اینکه با یک بیچاره هم با کلمه بیچاره عاشق شده است. این گونه صحبت دارم. ولی بیچاره نیست و یک گناهگاری هست که خیانت به عائله خود کرد، خیانت به شوهر کرد، خیانت به خود کرد، خیانت به دینش کرد. به خاطر دوست و دوگانه بودن گناهی بر علای یک نفر را روپوش کردن، یا آن گناه را هر چی باشد، چگونه که بعضی درباره های ما میکنن، این طرف و این طرف پیچانیدن، این ضعف ایمان حتی بعضا از بی ایمانی هست. یعنی گناه را دیدیم باید گناه بگوییم، نسبتش نفرت داشته باشیم. خوبی را دیدیم باید طرفداریش کنیم و این از چه است؟ از بالاترین درجه های ایمان است. در دوامش میگویند و نقول الله اعلم بما اشتبه علینا علمهم. و مایان مسلمان ها همیشه، یعنی اهل سنت و جماعت، میگوییم الله از آن علم هایی که برای ما روشن نیست، یعنی الله به آن علم هایی که برای ما روشن نیست و ما درباره اش نمیدانیم داناتر است. یعنی چیزی آمد که شما نمیدانید، بگوید الله اعلم، الله داناتر است و من این را نمیدانم. و حتی الله به پیامبر امر میکند، میگوید قل الله اعلم بما لبثوا به له غیب السماوات والارض. بگو الله داناتر است درباره چند سال زندگی کردن اصحاب کهف، در خواب کردن اصحاب کهف در داخل کهف. و الله غیب آسمان ها و زمین را میداند. یعنی الله به پیامبرش امر میکند که چیزی نمیدانی، بگو الله اعلم، الله داناتر است. و امروزه یکی از مصیبت ما این است خواهران عزیز، و طالب علمان باشد، طالب علمان نباشند، یک کم خوانده ها باشد، خوانده ها باشد، چیزی که نمیدانیم از نمیدانم گفتن خجالت میشویم. یعنی یک چیزی که نمیدونید بگه من نمیدونم. در حقیقت در این باره نمیدونم. مخصوصا وقتی صحبت درباره شریعت می رود، وقتی صحبت درباره الله و درباره پیامبر می رود. چرا؟ الله میگوید و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. از بین مردمان انسان‌هایی هستند که درباره الله مجادله میکنند، تلاش میکنند، با دیگران بحث و مناظره میکنند در حالی که علم ندارند. چرا این کار رو میکنند؟ یتبع کل شیطان مرید، چون آنها همان شیطان مرید، رانده شده، لعنت شده رو پیروی میکنند. یعنی وقتی که علم نداری و من میدانم میگویی و در این باره حتی تلاش و مناظره و بحث میکنی، تو از همان پیروان شیطان هستی. یعنی یکی از مصیبت ها چه خیلی گفتم نمیدانیم. نه من شنیده بودم، بعضی ها نشنیده شون رو هم میگن شنیده بودم، بعضی ها حتی میگن خوانده بودم، بعضی ها میگن فلانی گفته بود در حالی که او نگفته هست. در آیت دیگر الله میگوید الذين يجادلون في آیات الله بغیر سلطان اتاهم کبر مقتا عند الله و عند الذين آمنوا. انسان هایی که درباره آیات های الله، درباره شریعت الله مجادله میکنن، یعنی که با دیگران تلاش دارن، بغیر سلطان اتاهم، در حالی که هیچ دلیل ندارن آنها. چی بد است این گناه؟
چی بد است، چقدر زشت است، هم در نزد الله هم در نزد شخصان مؤمن. در دوامش الله میگوید کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار. همین گونه الله مهر میزند به دلهای متکبر، آنهایی که تکبر دارند و رحم ندارند. یعنی به علم تلاش کردن درباره شریعت و درباره الله صحبت کردن، این نشانه تکبری هست که تو جاهلی خودت رو به گردن نمیگیری. باز نشانه بی‌تقوایی است که تو از الله نترسیده درباره الله بدون علم صحبت میکنی. در دوامش الله میگوید در سوره اعراف آیت 33 قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والبغي بغیر الحق و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. در دوامش و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. بگو الله حرام کرده است تمام نمود فاحشگی را، بیراهگی را، چی آشکار باشد چی نهان باشد، و تمام نمود گناه را و تمام نمود ظلم هایی که بدون حق به هم دیگر میکنید و شرک آوردن به الله را در حالی که هیچ دلیلی نیست که شما شرک بیاورید، و این که آن چیزی که نمیدانید به الله بگویید یا ببندید. خواهران عزیز، برابری فاحشگی، برابری گناه های کبیره، برابری ظلم و شرک پروردگار به علم صحبت کردن رو آورد. یعنی خواهرانی هستند بر علا سوال میدهند ما در همین باره با یک نفر سپار کردیم یا بحثمون شد، شما چی میگوید؟ گفتم در حیرت میموند با کدام جرأت در این باره بحث میکنی؟ یا چند نفر هستن حتی در یوتیوب، یعنی چند برادرها هستن یا آقاها هستن که مثلا من چند نفرش را شخصا میشناسم که او به یگان کتاب عربی دست زده نیست، چون عربی نمیداند تماما، حتی فارسی رو خوانده نمیتواند. یک دو سه نفر رو شنیده است به هیچ ترسی درباره الله صحبت دارد، درباره مسئله هایی که صحابه ها از در آن باره حتی صحبت نمیکردن صحبت دارد، حتی درباره حکم کردن یعنی قضاوت صحبت دارد که قاضیگی دیگر خیلی یکی از منصب های بالاترین در شریعت هست که در اول والی و قاضی یعنی سردار یک شهر و قاضی یک شهر و پیامبر یک نفر میموندن، بعدن این چیز تقسیم شده بود. و اینجا چه هست؟ از کمال ایمان است، هم خاکساری هست هم ایمان تو هست که وقت درباره چیزی که نمیدانی گپ کشاده شد بگویی الله اعلم، الله داناتر است، من در این باره چیزی نمیدانم. و صحابه ها خواهران عزیز از نفران بودن. ابن سیرین میگویند من کسی را ندیده بودم مثل ابوبکر که درباره یک چیزی که نمیداند از گپ زنش اینقدر بترسد. یعنی حضرت ابوبکر نفر بودن که چیزی که نمیدانند درباره‌اش صحبت نمیکردند و میگفتند کدام آسمان مرا در زیرش نگاه می‌دارد و کدام زمین مرا در رویش نگاه می‌دارد، اگر من درباره کتاب الله، درباره شریعت الله اون چیزی که نمیدانم از پیش خودم بگویم. و بعد از حضرت ابوبکر همین گونه حضرت عثمان بودن، یعنی چیزی که نمیدانستن میگفتن من نمیدانم. در روایت اومده است که مرد از عراق یعنی روزهای دراز سوار شترش می شود و نزد امام مالک می آید و امام مالک را می داند در همان وقت امام مدینه بودن، یعنی امام شهر مدینه بودن و از تابعین هم هستن، تابعین کوچک و یا این گفتیم تبع تابعین بزرگ. وقتی به نزد امام مالک می آید و می گوید من به نزد تو 50 سوال آوردم، امام مالک می گوید به 4 تایش جواب می گویم، به بقیه‌اش نه. آن انسان می گوید من این همه راه را طی کردم، من به مردم چی می گویم؟ امام مدینه سوال های شما را خواند و جواب نگفت. امام مالک می گوید به مردم می گویی که امام مدینه نمیدانسته است، یعنی جواب این سوال ها را نمیدانسته است. نمیدانم برای همین جواب نمیگویم، اما چیزی که دانستم به تو جواب گفتم. یک چیزی که نمیدانم گفتن این خودش علم است.
این خودش به تن گرفتن است که در همین مسئله من اصلا چی هستم، تخصص ندارم یا اهل آن مسئله نیستم. اما مصیبت این است که در باره شریعت هر کس میتواند صحبت کند. از آن هم بدترش این است که ما هم قبول داریم همین چیز حرام بوده است. کی گفت؟ بیبی هم گفت. بیبیتون چی خوانده است؟ هیچ چی خواندگی نیست. همین چیز در همین روزها ثواب داشته است. کی گفت؟ همسایه‌مون گفت. همسایه‌تون چی خوانده است؟ هیچ چی خواندگی نیست. چرا قبول میکنیم؟ یعنی عقل در کجا است که مثلا برای وقتی ما بیمار هستیم اصلا نزد یک بیسواد رفته درباره تپش دل خود، درباره جگر خود، درباره بینایش خود صحبت نمیکنیم. میگیم این چیز رو باید به متخصصش ببرم، نه به نزد یک بیسواد. اما در مسئله دین یک دوگانه هم گفت. در این باره شما چی میگید؟ یعنی این گونه سوال ها هم میشود که به بعضیش وقت جواب نگفتم بعضی خواهران میگن شما عموما جواب نمیگید. سوال منطقی نیست. یعنی چرا شما یک انسان بی سواد رو جوابش رو میگیرید و حتما باید یک نفر پاسخ بگوید؟ اگر گفتید یک عالم چنین گفته است که سخنان علما معتبر است که به آن باید نگاه کرده شود. و اینجا چی هست؟ یکی خیلی گفتم گناه هایی که به نظر ما گناه نیستان اما در اصل هم متکبری هست و هم گناه هست. چیزی که نمیدانیم نترسیده درباره‌اش صحبت کردن، نترسیده درباره‌اش بحث و مناظره کردن و هیچ نترسیده که یکی گپ من خطا نباشد، یکی تهمت به الله نزده ایستاده باشم، یکی تهمت به شریعت الله نزده ایستاده باشم. از فکرمان و از شنیده‌مان و از عموما بعضا خیال‌های خود درباره‌اش صحبت میکنیم. و این درباره صحبت کردن بدون علم بود. و موضوع دیگر است خواهران عزیز درباره ماسک کشیدن که این در اهل سنت و جماعت جایز است و در رافضی ها یا شیعه و جایز نیست. الله نصیب کرده باشد بماند برای درس بعد. انشاءالله درس دیگر دوام میدهیم.